سلام دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه. اگر که شما هم به ترید کردن علاقه دارین و توی ذهنتون این هستش که این کار رو شروع بکنید، این ویدیو برای شماست. در واقع توی این ویدیو به اصلی ترین نکاتی که تریدرهایی که حالا 8 سال 10 سال یا بیشتر به کار ترید کردن مشغول بودن بهش اشاره کردن، توی این ویدیو به این نکات پرداخته شدن. اگر که شما جز دست افرادی هستین که در واقع به ترید کردن علاقه‌مند هستین، حتما سوالات زیادی توی ذهن شما به وجود اومده، از جمله این که چقدر اولش باید پول بذاریم، $1,000,000 $100,000 یا $1,000. پاسخ این تریدرها به این سوال خیلی شگفت انگیز هستش. اونها در پاسخ میگن که شما میتونید با $0 این کار رو شروع بکنید. یکی از بزرگترین مشکلات تریدرهای تازه کار این هستش که اونها میخوان فوراً با همه پس‌اندازهای عمرشون بپرن توی بازار در حالی که تجربه‌ای ندارن. فقط دلیلش هم این هستش که یک سری تریدرها رو توی دنیای مجازی، توی تیک تاک و در واقع بسترهای دیگه دیدن که یک دفعه مثلا از این راه پولدار شدن و در نتیجه میخوان که راه 100 ساله رو یک شبه برن. با توجه به اینکه تجربه ندارن این تریدرهای تازه کار، همه پولشون رو از دست میدن و بعد میگن که این اصلا راه من نیستش، من اصلا نباید وارد این راه میشدم، و بعد از بازار خارج میشن و دیگه تلاشی براش نمیکنن که چیزی رو یاد بگیرن. و قسمت غم انگیز این هستش که برای اکثریت تریدرها این اتفاق میفته. اما برای اجتناب از اون چیکار باید بکنیم؟ برای اینکه این اتفاق برای شما نیفته چند توصیه وجود داره. خبر خوب این که در واقع یک سری ابزارهایی هستن به اسم شبیه سازهای تریدینگ یا پیپر تریدینگ که اساساً این شبیه سازها یک بستر یا پلتفرمی هستش که شما میتونید توی این بسترها با پول فیک ترید بکنید. بنابراین این بسترها در واقع یک فرصتی رو برای شما به وجود میاره که استراتژی های مختلف رو تست بکنید، تکنیک های مدیریت ریسک خودتون رو امتحان بکنید و اینکه چطور روی احساسات خودتون کنترل داشته باشید. و شاید شما بخواین سبک‌های مختلف تریدینگ رو هم توی این بسترها امتحان بکنید. بیشتر تریدرها این مرحله رو نادیده میگیرن، در حالی که این مرحله مهمترین مرحله هستش برای اینکه شما به یک تریدر موفق تبدیل بشید. تعداد این شبیه سازها هم توی در واقع با یک سرچ توی گوگل متوجه میشین که تعداد این شبیه سازها خیلی زیاد هستش که بعضی از اونها پولی هستش و بعضی از اونها هم رایگان هستش. اما شبیه سازی که خیلی از این تریدرها پیشنهاد دادن و به عنوان یک شبیه ساز در واقع امن پیشنهاد شده، شبیه ساز ویبول هستش. اگر که میخواین امتحان بکنید میتونین که به لینکش از طریق در واقع دیسکریپشن دسترسی داشته باشید. ویژگی این شبیه ساز این هستش که رایگان هست، داشبورد کاربرپسندی داره، یعنی گیج کننده نیست و استفاده از اون هم راحت هستش. همچنین در ابتدا اگه برای اولین بار وارد بشین به شما 10 تا سهم میده که میتونید با اون در واقع این یک بونس خوب هستش برای شروع در واقع ترید کردن. شما مگه تجربه مثلا برای کار کردن با این شبیه ساز یا شبیه سازهای دیگه دارین؟ خوشحال میشم که در واقع تو قسمت کامنت با ما به اشتراک بذارید. توصیه میشه که وقتی با این در واقع شبیه سازها کار میکنید طوری کار کنید که انگار تو حالت نرمال دارین با ترید در واقع با پول واقعی دارین این کار رو انجام میدید و این وقتی جواب میده که شما فکر کنید که در واقع این یک سرمایه واقعی هستش، نه مثلا پول فیک.
و همون کار یعنی کاملا از نظر ذهنی هم تا جایی که میتونید خودتون رو تو اون فضایی قرار بدین که توی واقعیت وقتی که با سرمایه خودتون انجام میدین اون کار رو انجام میدین و سعی کنید که در واقع هر بار یک قدم به جلوتر بردارید و هر تریدی که انجام میدین اون رو ثبت بکنید. اگر تریدی بوده که پول از دست دادید، سعی کنید هر چیزی رو که فکر میکنید اشتباه انجام دادید اون رو بنویسید و هر بار از خودتون سوال کنید که آیا آمادگی پیدا کردین برای اینکه برین و در واقع یک ترید واقعی انجام بدین؟ آیا در واقع اجازه دادین که احساساتتون شما رو به بهترین شکل ممکن تحت تاثیر قرار بده؟ و آیا از مجموعه قوانین پیروی کردین؟ همه اینها رو یادداشت بکنید و برای هر ترید هم این کار رو بکنید. با این روش شما میتونید به عقب برگردید و ببینید که چی کار کردید. اشتباه کنید و سریعا اون اشتباه رو اصلاح بکنید. این کار کمک میکنه که شما به صورت تصاعدی سرعتتون برای اینکه یک تریدر بهتر بشید افزایش پیدا بکنه. نه تنها ترید هایی رو که اشتباه کردین بلکه اونهایی رو که برنده شدید اونها رو هم بنویسید و هر چیزی رو که فکر میکنید درست انجام دادین و توی این موفقیت شما در واقع نقش داشته اونها رو هم یادداشت بکنید. این باعث میشه وقتی به عقب نگاه میکنید سعی کنید که اون کارهای درست یا مفاهیمی رو که درست انجام دادید اونها رو تکرار بکنید. وقتی برای اولین بار این کار رو شروع میکنید نباید بر جنبه پولی اون تمرکز بکنید. شما باید همه در واقع تمرکز خودتون رو روی استراتژی تریدینگ قرار بدین و اینکه این استراتژی ها رو بهبود بدین و سعی کنید که هرچه بیشتر یاد بگیرید. اگر همه اینها رو انجام بدین بخش پول درآوردن به طور طبیعی به وجود میاد. اینها نکاتی بود که برای شروع در واقع موفقیت آمیز ترید کردن میتونه خیلی به کارتون بیاد و با انجام دادن اونها در واقع شما از اون تریدرهای جدیدی که در واقع این مرحله رو نادیده میگیرن توی منحنی یادگیری جلو میافتید. امیدوارم که این نکات برای شما مفید بوده باشه. لطفاً نظرتون رو در مورد این ویدیو با من در میون بگذارید. اگر پیشنهادی برای ویدیوهای بعدی دارید من با کمال میل پذیرا هستم. اگر هم دوست دارین که مفاهیم پایه حسابداری و مدیریت رو یاد بگیرید با من در این کانال همراه باشید. موفق باشید و خدا نگهدار.